خداوند عالم هر صبح که از خواب شریف پا میشی 86400 سکه میذاره تو این جیبات. ها 86400 سکه با ارزشتر از طلا، ها که خرجش کنی. اجازه نداری حتی یه سکه برای روز بعد بذاری. خرجش نکردی دیلیت، حسابت پاک. یک شبانه روز 86400 ثانیه است، باید خرجش کنی. مهم اینه که تو با چه عرضه و بینش و شعور و لیاقتی میخوای خرجش بکنی، کجا میخوای خرجش بکنی. بچه این جمله رو بنویسید: خداوند از کسی که عمرش بیهوده بگذره نمیگذره. خداوند از همه میگذره، از نمیدونم چنگیز، از فرعون، از هیتلر، از فلان، از بهمان، از بیسار. خداوند از تنها کسی که نمیگذره کسی است که عمرش بیهوده بگذره. صراحتاً قرآن میگه: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تصور میکنید شما را بیهوده و عبث آفریدیم؟ و انکم الینا لا ترجعون، بر نمیگردی؟ جواب نمیدم. کشتیه شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای؟ قدر این مرتبه نشناخته ای؟ یعنی چه؟ کی میخوای برگردی؟ بینشت کجاست؟ کی میخوای بفهمی؟ هرگز تو عمرم برای افزایش عمرم دعا نکردم، هرگز. همش میگفتم خدایا به حق عزتت عمر من که ثابته، مقدار زندگی منو زیاد کن. خدایا مقدار زندگیمو زیاد کن. مقدار زندگی با مقدار عمر فرق میکنه. مقدار عمر همین 50 60 70 سالیه که داریم. مقدار زندگی من اون مدت زمان شادمانی منه، اون مدت زمان همدلی منه، اون مدت زمان بخشش قلبی منه، اون مدت زمان امیدواری منه. کینه های من مرده بودن منه، حسرت من مرده بودن منه، بغض من، حریص بودن من تمام زمان مرده بودن منه. به همین خاطر یه آدمی داریم که اینقدر عمر میکنه اما اینقدر زندگی میکنه، چون همش در تراوشات منفیه. فلان فلان ای، فلان فلان او، لعنت بر ای، لعنت بر او، فلان بر ای، فلان بر او. بابا چه مرگته؟ چه میخوای؟ و چقدر ما انسان مرده داریم اطرافمون که دارن راه میرن و مردن.